آش داریم. عجب آشی. یه آش بادمجون خوشمزه اصیل نهاوندی. یه قاشق از این آش نهاوندی بخوری برمیگردی خونه مادر بزرگ. برای درست کردن این آش خوشمزمون احتیاج داریم به یه دونه پیاز که من اون رو ریز خرد میکنم. مقداری روغن داخل قابلمه می‌ریزم، اجازه میدم گرم بشه، پیاز رو بهش اضافه میکنم و تفت میدم تا پیاز کمی سبک بشه. تا پیازمون آماده بشه 2 تا دونه بادمجون داریم که پوستشون رو میگیریم و ریز خردشون میکنیم. وقتی کمی سبک شد 2 حبه سیر رنده شده بهش اضافه میکنم. تفت میدم تا عطر سیر باز بشه. حالا مقداری زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم. تفت میدم تا عطر ادویه آزاد بشه. حالا بادمجونای خرد شده رو به قابلمه اضافه میکنم. کمی تفت میدم و در قابلمه رو میبندم و اجازه میدم که بادمجون‌ها کمی نرم بشه. خب بعد از چند دقیقه بادمجونامون نرم شدن. حالا نخود پخته شده و عدس رو هم که از قبل پختم و آبکش کردم که رنگ سیاهی به آش نده رو اضافه میکنم. مقدار آب جوش میریزم و در قابلمه رو میبندم و اجازه میدم آش جا بیفته. تا آش داره جا میفته پیاز داغش رو آماده میکنم. یه دونه پیاز تقریبا بزرگ رو به صورت خلالی خرد میکنم. اگه عاشق غذاهای محلی و خونگی هستین همین الان سابسکرایب کنین که هر هفته یه دستور اصیل جدید داشته باشین. مقداری روغن داخل تابه میریزم و اجازه میدم کمی گرم بشه. پیاز و نمک رو اضافه میکنم. نمک باعث میشه که قند پیاز آزاد بشه و زودتر سرخ بشه. پیاز که به این مرحله رسید کمی زردچوبه میزنم و تفت میدم. مقداری نعنا خشک هم اضافه میکنم. کمی تفت میدم و از روی حرارت برمیدارم. حالا پیاز رو به آش اضافه میکنم. حالا مقداری کشک رقیق شده اضافه میکنم. نمک آش رو هم تنظیم میکنم. در قابلمه رو میبندم و حدود 10 دقیقه اجازه میدم تا مزه ها به خورد هم برن و آش کاملا جا بیفته. آش بادمجون نهاوندی ما آماده شده. امیدوارم با عشق درستش کنید، با لبخند میل کنید و از خوردن این آش خوشمزه در کنار عزیزانتون لذت ببرید. نوش جان.